ما ثبت نام رو داخل صرافی تترلند انجام دادیم. الان وارد میشیم که آپشن ها و روش‌های درآمدزاییشو با هم بررسی بکنیم. وارد این صفحه که میشین، خانه رو که میبینین، حالا اینجا چیز عادیه که هستش، بازار رو میتونین نرخ لحظه‌ای تتر رو میتونین بررسی بکنین، خرید و فروش رو میتونین اینجا انجام بدین، درآمد و دارایی شما رو اینجا بهتون نشون میده، کد دعوتتون، حالا همه رو بهتون کامل توضیح میدم. اینجا هم که نرخ رمزارزها هستش. حالا میریم قسمت بازار هم که خودتون میدونید دیگه، یکی از رو میتونید انتخاب بکنید، در لحظه قیمتش رو ببینید و کلا بازارش رو مشاهده بکنید که الان رو تتر هستش. معامله هم میتونید معامله آسان تتری انجام بدین یا اینکه رمز ارزهاتون رو بدون کارمزد یا با کارمزد خیلی کم معامله بکنید. مورد اول که معامله آسان تتره، میتونید تترتون رو خرید و فروش بکنید. مبدل رمز ارزی هم که بدون کارمزد میتونید 500 تا رمز ارز رو اینجا معامله بکنید. بعد این قسمت کیف پول هستش که دارایی شما رو بهتون نشون میده، تومانی و تتری که چقدر دارایی دارید. حالا برای من داراییم خیلی بالا نیست. اینجا هم دارایی ارزیتون رو بهتون نشون میده که از هر ارز دیجیتال چقدر دارین. اینجا میتونید این رو مشاهده بکنید. قسمت بیشتر رو ما باهاش کار داریم و الان دونه دونه همه رو بهتون توضیح میدم. دعوت دوستان اگر روش کلیک بکنید برای درآمدزایی فوق العاده مناسبه و جشنوارهشون به این شکله که شما کد دعوت خودتون رو میگیرین یا لینک دعوت رو میگیرین. هر کسی که از طریق لینک شما وارد بشه 2 تتر شما دریافت میکنید. 2 تتر چقدر ارزش داره مشاهده بکنید دیگه. قیمت هر یه دونه تتر 58600 تومانه. 2 تتر بهتون میده، 2 برابرش بکنید حدودا میشه 116000 تومان. این حدودا به همین راحتی میتونید این رو دریافتش بکنید. این تا اینجا، یعنی با دعوت دوستان میتونید درآمد خیلی عالی داشته باشید و هیچ کدوم از صرافی ایرانی خارجی همچین مبلغی به شما نمیدن. حتی اگر چندین نفر رو دعوت بکنید یه مبلغ جذاب گیرتون میاد. حالا روش‌های مختلفی میتونید استفاده بکنید، دعوت‌های زیادی انجام بدین، پول خیلی خوبی هم گیرتون میاد. پشتیبانی آنلاین هم که پشتیبانیشون هر سال داشتین میتونید بپرسین. راهنمایی هم که راهنماتون میکنه. خرید آسان تتر و فروش آسان تتر برای اینکه بتونید فروش و خرید رو انجام بدین خیلی سریع و سرعتی و راحت. مبدل رمز ارزی هم همونی بود که اونجا دیدیم، میتونیم معامله انجام بدیم، رمز ارزهامون رو بخریم، بفروشیم، معامله بکنیم. اما میرسیم به بخش جذابش، یکی که کسب درآمد بود از دعوت دوستان. و اینم بگم که وقتی دوستتون رو دعوت میکنید علاوه بر اینکه 2 تتر بهتون میده، هر مبلغی که دوست شما واریز بکنه، برداشت بکنه، کارمزدش رو هم به شما میده. بخشی از کارمزد برای شما هست. همونطور که میبینید من درآمد تومانیم از کارمزد بوده 17000 تومان. من چند روز وارد شدم. حالا هر چقدر که بمونه افراد بیشتری رو دعوت بکنید، معاملاتشون بیشتر باشه و تعداد بالایی داشته باشن، کارمزد خیلی خوبی گیرتون میاد. در لحظه هم که از دعوت هر نفر 2 تتر بهتون میده. حالا یه جشنواره‌ای داشتن، حالا معلوم نیست تمدید بشه یا نه، ولی میتونستید با دعوتی که انجام بدین هم 2 تتر شما دریافت میکردین، هم 2 تتر دوست شما دریافت میکرد، اونی که دعوت شده، هم دعوت کننده هم دعوت شونده 2 تتر دریافت میکردین. مجموعاً 4 تتر میداد. حالا بریم سراغ قلک تترلند که خیلی خیلی برای من جذاب بود. برای این مثال من خودم یه سری ارزها رو خریدم، نگه داشتم. اولا که شما میاد اینجا داخل صرافی ارزهاتون رو میخرین، ارزهایی که میخواین نگه دارین یا حتی تتر میتونید بخرید. بعد از اینکه خریدین میتونید اینجا استیکش بکنید. استیک یعنی همون نگه داشتن، سرمایه گذاری کردن. من رو گزینه استیک میزنم. اینجا میتونم انتخاب بکنم چند روز میخوام نگه دارم، مثلا 120 روز. واسه 120 روز به من 4% سود میده و هر مبلغی که بذارم 4% توی 120 روز سود میکنه. ما که میخوایم ارزهامون رو نگه داریم میتونیم بیایم اینجا استیکش بکنیم، توی طرح قلکش نگهداری بکنیم و سود بکنیم. برای این مثال میام پایینتر، تون کوین رو داره که من میتونم استیکش بکنم و 60 روز نگهش دارم. 2.75% سود میده. 2.75 این سودیه که بابت 60 روز نگه داشتن تون کوین بهتون میده. مثلا اگر 100 تا نگه دارید بهتون 102 تا میده، 102.75 میده. یا مثلا همین تتری که اینجا بهتون گفتم رو نگه دارین چه اتفاقی میفته؟ مثلا 120 تاست، من 1000 تتر نگه میدارم. به ازای 1000 تتری که نگه داشتن 4% سود میده. 4% میشه 1040 تا. 1040 تا به من برمیگردونه. به همین راحتی میتونید استیک بکنید، یعنی نگهش دارید و سود بکنید. خیلیامون ارزهایی داریم که میدونیم بعداً قرار سود بکنن، مثلا میخوایم 2-3 سال نگه داریم، میتونیم بیارید اینجا بذارید داخل این قلک تترلند که کاملا امن و مطمئن هم هستش و به راحتی از اون سود دریافت بکنید. به همین راحتی میتونید کارو انجام بدید. این یکی از جذابیت‌های خیلی خیلی عالی این برنامه است و آپشن فوق‌العاده‌ایه که ما میتونیم از ارزهایی که نگه داشتیم هم سود بگیریم. خیلی امن و راحت. این از این. اما میریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی چی هستش؟ مورد بعدی مدیریت سرویس هاست که روش کلیک بکنید. در حال حاضر دارم با یه سری از حالا شرکت‌ها و کلاً پلتفرم‌ها همکاری می‌کنن. دیجی پی و این چیزایی که اینجا می‌بینید دارن باهاشون همکاری می‌کنن. حالا دیجی پی مثلا چطوری هستش؟
شما میتونید بیاید 1000 تتر رو داخل کیف پولتون نگه دارین و با اون 1000 تتری که نگه داشتین و به تترلند دادین برید خرید انجام بدید. از دیجی پی خرید قسطی انجام بدید. اون خرید قسطی که انجام داده بودین هزینه‌شو پرداخت بکنید. یعنی اینجوری مثلا شما میخواید 1 ماه تتر خودتون رو نگه دارید، 2 ماه نگه دارید، یه مدتی نگه دارید، ولی یه خرید واجبی هم دارید. میتونید بیا اینجا از این سرویس استفاده بکنید و تتراتون رو دارید، خریدتون رو انجام میدین، بعداً هزینه‌شو پرداخت میکنید. اون یه جورایی ضمانت حساب میشه، داخل تترلند میمونه و شما میتونید از این طریق خرید محصولتون رو انجام بدین، تترتون هم نگه دارید و حالا سودش هم بگیرید. تا اینجا 3 تا مورد برای خود من خیلی جذاب بوده. دعوت دوستان که درآمدزایی فوق‌العاده‌ای براتون خواهد داشت، هولک تترلند که سرمایه‌گذاری خیلی خوبیه، سرمایه‌گذاری ارزیه که سود خیلی خوبی بهتون میده، و مدیریت سرویس‌ها هم که گفتم، یه سری سرویس‌ها هستن که دارن باشون کار میکنن، حالا آپشن‌های متفاوتی داره، هم از پشتیبانی میتونید بپرسین، هم راهنما داره. اما موارد دیگه خیلی به کار ما نمیان، تاریخچه معامله و تاریخچه واریز و اینا خیلی به کار ما نمیان، ولی میتونید حالا اینجا تاریخچه‌اش هم ببینید و کلا داشته باشین که چه کارهایی انجام دادید. هشدار قیمت هم اگر بزنیم، مثلا من خیلی علاقه دارم بیت کوین بخرم، میتونم اینجا هشدار قیمتش رو فعال بکنم، قیمتش که بالا پایین میشه یا به اون قیمتی که من میخوام میرسه به من نوتیفیکیشن میفرسته و به من اعلام میکنه که میتونی بیای الان بیت کوین بخری یا هر ارزی که خودت دوست داری میتونی اینجا انتخاب بکنی و بهت اطلاع میده. شماره تماس پشتیبانی هم داره، پشتیبانی فوق العاده دارن، میتونی باشون ارتباط بگیرین و همین موارد رو بهتون گفتم. اگر دنبال روش کسب درآمد بدون سرمایه هستین، دعوت دوستان تترلند فوق العاده جذابه برای شما، و اگر میخواید سرمایه گذاری ارزی انجام بدین و یه جورایی از اون سرمایه‌تون یک سود خیلی خوب بگیرین، بازم تترلند رو بهتون پیشنهاد میکنم. کلی آپشن دیگه هم داره و اینکه تتر رو هر قیمتی که میخرین همون قیمت میتونید بفروشین. یعنی همین الان برید صرافی حضوری یا صرافی خارجی و ایرانی، اگر دلار رو بهتون 58600 تومان الان هستش، 58600 تومان ازتون بخرن، بخواید بفروشین قیمت بالاتری میگن، مثلا 58600 و شاید 1000 تومان 2 تومان ارزان‌تر بخرن و بهتون گرونتر بفروشن. اما اینجا اینطوری نیست. دقیقاً قیمتی که می‌خرید میتونید بفروشین، قیمتی که می‌فروشین میتونید بخرید و این یکی از مزیت‌های اصلیش واسه اونایی که با تتر کار میکنن و کلا داخل کیف پولشون میخوان تتر نگه دارن، خرید و فروش انجام بدن، خیلی به کارشون میاد. کارمزد هم که دیدین اینجا نوشته معامله بدون کارمزد، خرید و فروش بیش از 500 رمز ارز بدون کارمزد. واقعا جذاب، همچین صرافی من واقعا ندیده بودم.